مشکلاتی که بعض کشیدن خط چشم در خانم‌ها در لبه پلک‌ها ایجاد میشه گولمژه‌های مکرر و شالازیونه. حالا چرا ایجاد میشه؟ این خط چشم که لبه پلک میکشیم در لبه پلک‌ها یه غدد خیلی تخصصی داریم که اینا چربی سطح چشم رو ترشح میکنن و باعث میشه که اشک چشم زود تبخیر نشه و خشکی چشم ایجاد نشه. اما وقتی این خط چشم میشه اون غدد روزنه‌اش بسته میشه، بنابراین چربی ها ترشح نمیشه و خارج نمیشه از غدد و سطحش چون بسته است، روزنه چون بسته است، این چربی ها میره زیر پوست و باعث التهاب و دردناک شدن اون ناحیه میشه و به اینا گولمژه میگیم که اگه گولمژه ها طولانی بشه باعث شالازیون میشه و نهایتا ممکنه تخلیه نشه و نیاز به تخلیه اینا از طریق برش جراحی بشه. ما باید توجه کنیم که خط چشم باید پرهیز کنیم خط چشم نکشیم. اگر میخوام خط چشم بکشیم باید خیلی دقت کنیم که اون غدد لبه پلک آسیب نبینه.